درود به همه رفقای دیاکودی، امیدوارم حال همتون خوب باشه. خب بچه قرار شد که توی این جلسه ما تفاوت این لایف تایم ها رو تست کنیم، با هم بفهمیم چجوری کار میکنه. اسکوپ بود، ترانزینت بود و سینگلتون بود. من اینجا به چت جی پی تی گفته بودم بهش که بیا چیکار کن، بیا تفاوت اینا رو بهم توضیح بده. توضیح داد، گفتش که آقا ترانزینت این که هر بار نیاز باشه یه نمونه جدید میسازه. اسکوپ اینجوریه که تو طول عمر ریکوست یه دونه میسازه، هر جا نیاز باشه استفاده میکنه. سینگلتون هم اینه که یه بار کلا میسازه و همین. خب حالا این چیکار کرده؟ این اومده یه اینترفیس ساخته، دو تا اینترفیس ساخته، یکیش ترنزیت یکی اسکوپ. بعد کلاساشو ساخته، کار خاصی هم انجام نمیده. یه سرویسی نوشته که یه جی او آی دی برمیگردونه. جی او آی دی هم که میدونید بچه‌ها هر سری یه مقدار جدید برمیگردونه. اینا رو ساخته. بعد اومده اینجا این چیزش کرده، رجیسترش کرده، بعد اومده توی کنترل اینجکت کرده، بعد فرستاده توی ویو، بعدم نتیجه. حالا این رو ما بریم خودمون پیاده سازی کنیم ببینیم واقعا درسته یا نه. من میام همین کدا رو کپی میکنم که کارمون سریع پیش بره، چون چیز خاصی نیستش که. مثلا میام اینجا یه تست میسازم. مثلا این تست دارم پاک میکنم. نکنید دو تا اینترفیس شد، دو تا کلاس شد که یه جی آی دی ریترن میکنن. همین. حالا ما میریم این کدا رو بندازیم توی دیایمون. این قسمت مثل اینکه سرویسش رو باید این شکلی کنیم. بچه نکنید یکی شد ترانزیت، یکی هم شد اسکوپ. بعد اومد چیکار کرد؟ اینا رو برد توی کنترلر اینجکت کرد. خب من اینا رو برمیدارم، برم میبرم تو همون کانتکتم، این بالا پیستشون میکنم. بچه الان اینجا نکنید، من اینا رو دونه دونه باید به این کنترلرمون، به سازندش همون کانستراکتورش اینجکت کنم. اینجا دوباره کنترل دات بزنید رو اسمش، روی اسم این چیزی که ساخته کنترل دات میزنید، میاد اد پارامتر توی کانتکت کنترل رو میزنید، خودش اضافه میکنه. خیلی راحت. دوباره همین رو کنترل دات اد، کنترل دات اد، کنترل دات اد. خب حالا میتونیم داخل همین اکشن ویومون این کار رو انجام بدیم. چیکار کرده بود؟ اومده بود هر کدوم از اینا رو صدا زده بود، ریخته بود توی ویو بک و توی ویو هم نشون داده بود. من میبرم میندازم اینجا، سرویس که نه، توی ویوز، کانتکت، ایندکس، اینجا خوبه. بیلد میگیرم. خب بچه اینجا رو نگاه کنید. این دوتا اولیه ها، سرویس یک و دو ترنزیته. نکنید هر سری داره تغییر میکنه، جفتش داره تغییر میکنه. ولی دومیه که اسکوپه توی ریکوست جفتش یکیه، جفتشون از جای مختلف اومدن. نگاه کنید کانتکت، نگاه از سرویس های مختلف اومدن. سرویس یک و دو داره. خب ولی هر سری داره همون یه دونه رو داره نشون میده. ولی اینجا رو نگاه کنید، اینجا داره هر سری داره تغییر میکنه دیگه. برای هر کدوم از این اینترفیس ها داره یه دونه ترنزیت کلاس جدید داره چیز میشه، ریزالو میشه. اینجوری ما میتونیم فرق این دوتا رو بفهمیم دیگه. حالا اگه یه سینگلتون هم اضافه کنیم، سینگلتون اینجا ثابت میمونه دیگه. اون اضافه کنیم کاری نداره. از همینا یه کپی بگیریم، سینگل مثلا، سینگل سرویس.
به این شکل. حالا میریم این رو رجیسترش کنیم به صورت اد سینگلتون. اینو میدیم اینجا، اینم میدیم اینجا. بعد میریم توی کنترلرمون، بیلدش رو میسازیم. آی سینگل سرویس اد میکنیم. اینجا مثلا میگیم اسکوپ 3. این هم سینگل سرویسه. این اسکوپ 3 رو هم میبریم توی ویو. بچه اگه دارم خیلی سریع این کارا رو انجام میدم، این نویز کنسلشن تایمش داره تمام میشه. 1 دقیقه دیگه با نویزهای اطراف من صدا میاد. پس اگه دارم کارا رو سریع انجام میدم به خاطر اینه، ببخشید. خب حالا این رو میندازم اینجا، بیلد میکنم. بچه اینجا نگاه کنید، الان اینا دارن تغییر میکنن ولی این اصلا تغییر نمیکنه. اینا هی تغییر میکنن ولی سینگلتون ثابت مونده. اگه اینجا یادتون باشه 635. نه عمود، من یادم رفتش. حالا مهم نیست، مهم اینه که سینگلتون تغییر نمیکنه. اینم سرویس توی اسکوپ توی HTTP request تغییر نمیکنه. اینم که هر جا باشه تغییر میکنه به این شکل. خب دیگه بچه، امیدوارم این صدای نویزای آخر اذیتتون نکنه. فعلا خدا نگهدار.